با سخت‌تر شدن معیار و مقررات کار برای خارجیان به خصوص مهاجران در روسیه، اخراج و یا راندن آنها از قلمرو این کشور ادامه دارد. خبرگزاری اینترفاکس روز 26 می گفت در مدت 4 ماه گذشته با امر دادرس‌های روسیه اندکی بیشتر از 19,000 مهاجر را از کشور بیرون کردند که در مقایسه با همین دوره سال گذشته 2600 نفر کمتر است. در 4 ماه اول سال 2024 از روسیه بیشتر از 21,000 نفر را اخراج کردند. با گفته دفتر مطبوعات اداره‌های دادگاه‌های روسیه، سبب کمتر شدن دپورتاسیا و یا اخراج فرمان پرزیدنت ولادیمیر پوتین است که مهلت قانونی کردن حضور و کار مهاجران در روسیه را تا روز 10 سپتامبر دراز کرد. ولادیمیر پوتین ماه دکبر سال گذشته با امضای یک فرمان از مهاجران و خارجیانی که غیر قانونی در قلمرو روسیه زندگی می‌کنند خواست حضورشان را قانونی کنند، در عکس حال از خاک روسیه رانده می‌شوند. بعد این عملیات و جستجوی مهاجران قانونی و غیر قانونی در سراسر روسیه زیاد شد و آلوده به بدرفتاری ماموران میلیسا با مهاجران هم بود. آخر ماه مارس با صدور فرمان دیگری به مهاجران 4 ماه دیگر مهلت دادند که سندهایشان را قانونی کنند و کار تا به جای رسید که مهاجران در نوبت پس درهای اداره‌های مهاجرت دست و پا شکستند و حتی جان دادند. و گفته مقامات روسیه سال 2024 از قلمرو این کشور در عموم 88,000 خارجی را بیرون کردند که غیر قانونی کار اقامت داشتند. به قول مقامات سال 2024 بیشتر از 30,000 شهروند تاجیکستان را از روسیه راندند و بسیاری از آنها حق ندارند تا 5 سال به قلمرو این کشور برگردند. شکایت از آن هم زیاد بود که بعضی از این افراد تمام سندها را داشتند و قانونی کار و اقامت می‌کردند، ولی ماموران میلیسای روس هیچ یک از آنها را به اینابت نمی‌گرفتند. روسیه میزبان اساسی مهاجران کاری تاجیک است و بنا به گزارش‌ها بیشتر از 1 میلیون نفر از شهروندان تاجیکستان در آن کشور کار و اقامت می‌کنند. گزارش‌ها درباره تحقیر و بدرفتاری با این مهاجران و زیر پا کردن حقوق آنها هر روز نشر می‌شود.